غلامرضا معتقد سیانور باعث مرگ نمیشه و اینا همش یه خرافاته. حتی اون معتقده که سیانور مرغوب میتونه انرژی بخش هم باشه، برای همین صبح به صبح ناشتا 2 تا سیانور میخوره. غلامرضا معتقده که رانا همون 206 استیه، همون چون با ال90 گشته این شکلی شده. غلامرضا معتقده که فلافل با مواد مذاب خوشمزه‌تره تا با سس قرمز. عمه غلامرضا تنها عمه‌ای در تاریخی که فوش نمیخوره. غلامرضا به مهران مدیری 500 میلیون تومان داد تا بده به عمو رجب. فرقی نداره آب زلال باشه یا گلالود. غلامرضا بدون هیچ تجهیزاتی از جفتشون ماهی میگیره. غلامرضا خیلی وقته که مرد شده، برای همین مندای درونش گفته که کودکی درونش گروگان بگیره. غلامرضا دنیای بعد از نسترن دیده. غلامرضا به نوستراداموس حقایقی از آینده رو میگفت. البته چند تا رو اشتباه گفت تا کسی بهش شک نکنه. غلامرضا فردوسی پور رو از صدا و سیما کشید بیرون چون معتقد بود که استعدادش داره اونجا حیف میشه. اون الان فردوسی پور رو تو خونش نگه می‌داره تا به صورت خصوصی براش برنامه اجرا کنه. غلامرضا از اکانت اینستاگرام استوب داگ به عنوان گالری استفاده میکنه. غلامرضا هوش مصنوعی نیست، یه باهوش معمولیه. غلامرضا موشای کور کرد. غلامرضا دست و پای مارا رو کند. غلامرضا با دندوناش مسواک رو تمیز میکنه. کوچکترین پت خونگی غلامرضا اژدهاست. غلامرضا جیب کانگوروها رو میزنه. غلامرضا اولین کسی بود که چاه نفت پیدا کرد. الاتون فقط داشت چاه میکند تا یه دستشویی درست کنه. غلامرضا میتونه به ورزشکاران المپیک داروی ترک اعتیاد بفروشه. غلامرضا به مارک زاکربرگ برنامه‌نویسی آموخت. غلامرضا میتونه یه کاری کنه که معلم ریاضی نیاد مدرسه. اسم بدنسازی اول غلامرضا سازی بود، اما چون کسی نمیتونه شبیه غلامرضا بشه اسمش رو عوض کردن و گذاشتن بدنسازی.